روز بخیر بینندگان عزیز. سرخطی خبرهاست. منظورتان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی. امروز در برنامه مرافعه دادگاهی 4 مهاجر تاجیک در روسیه که سال گذشته واگنشان را آتش زده بودند آغاز می شود. در ختلان یک مرد 80 ساله را با گمان بداخلاقی و دست درازی به زنان بازداشت کردند. مرگ باز یک نورسی 12 ساله در پی غرق شوی و دوشنبه یکی از 10 شهرهای ارزان برای زندگی خارجیان بوده است. خبرهای دیگر هم داریم. در شهرک اوکراینی پیسکی واقع در 10 کیلومتری شهری دنیتسک برخوردهای شدید ادامه دارند. 11 اوگوست جدایی خواهان رو به مسکو در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که پیسکی زیر نظارت آنها است و در بعضی محله‌های شهرک مقاومت سربازان اوکراینی هنوز هم مشاهده می شود. اما نظامیان اوکراینی این ادعا را رد کرده گفتند این شهرک تحت تصرف آنها قرار دارد. مشاور پرزیدنت اوکراین الکسی اریستوویچ ابراز داشته است که حمله جدایی خواهان به عقب پرداخته شد و پیسکی زیر نظارت نیروهای اوکراینی است. نظر منبع‌های مستقل درباره تحولات اخیر پیسکی دسترس نیست. پس از 4 بار تمدید شدن مهلت تفتیش، امروز دادگاه روسیه به بررسی پرونده 4 مهاجر تاجیک که سال گذشته واگنشان را آتش زده بودند آغاز می‌کند. محمد طاهر اشورف، قربانمت صادیقов، دلیر حسنов، جمعبای اسکندرов به اوباشی و قصد کشتار متهم می‌شوند. میرانبی طالب و مادر یکی از بازداشت شده‌ها به رادیوی آزادی گفت امیدوار است مرافعه‌های دادگاهی کوتاه برگزار خواهد شد و فرزندان آنها آزاد می‌شوند. او فرزندش را بیگناه می‌داند و می‌گوید آنها جبر دیدند چون آن شب واگن آنها را آتش زده بودند. شب 12 نوامبر سال 2021 ساکنان محلی در دهه زپری ولایت ایرکوتسک به واگن 7 مهاجر تاجیک حمله کردند. نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سیراج‌الدین گلزاده 19 ساله 2 مهاجر تاجیک هلاک شدند و مقامات 4 همراهشان را بازداشت کردند. مقامات تاجیک از مقامات روس خواستند پرونده را عادلانه تحقیق کنند. قرار است در ماه‌های نزدیک دوباره از ایران و ترکمنستان به تاجیکستان به محدودیت مواد سوخت وارد کرده شود. تا حال حاضر مواد سوخت به کشور به طور محدود از روسیه و قزاقستان آورده می شود. سازش نو برای واردات سوزشواری از ایران و ترکمنستان تا کجا می تواند نیازمندی های تاجیکستان را برآورده سازد؟ گزارش همکاران ما در همین باره است. امروز این مطلب در برنامه اخبار آزادی نشر می شود. در این برنامه همچنین گزارش های دیگر هم داریم. در ناحیه قبادیان یک مرد 80 ساله را با گمان بداخلاقی و دست درازی به زنان بازداشت کردند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، این ساکن دهه هوسکار خود را به مردم مولای جیمبرار معرفی کرده با کردارهای شرم‌آور دست می‌زده است. مرد 80 ساله در پی شکایت یک زن ساکن ناحیه ناصری خسرو بازداشت شده است. زن گفته است پیرمرد نسبت او حرکت‌های شهوانی انجام داد. به اطلاع مقامات انتظامی، مرد با راه فریب و با وعده دوا بخشیدن زنان را به خود جلب و به آنها پیشنهادی همخوابگی می‌کرده است. در نواری که وزارت کارهای داخلی درباره این مرد 80 ساله نشر کرده است، او میگوید کارش نادرست بود. نسبت او برای اجرای حرکت بداخلاقانه شهوانی با ماده 142 پرونده جنایتی باز شده است. این ماده از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. موقع این مرد و نزدیکان او معلوم نیست، ولی در گذشته نزدیکان افرادی که با این عیب بازداشت شده بودند این حالت را تهمت مینامیدند. وزارت کارهای داخلی پیوسته با نشر نوار از آشکار شدن جنایت از سوی ملاهای به قول این نهاد شهوت پرست خبر می‌دهد. منقدان حکومت میگویند این گونه نوارها برای بدنام کردن مخالفین حکومت نیز استفاده می‌شوند. صدها فعال مدنی ولایت لورستان ایران در نامه سرکشاده از مقامات جمهوری اسلامی رهایی زن مخالف به حجاب اجباری سپید رشنو را طلب کردند. این زن بعد یک بحثش درباره حجاب اجباری به حبس گرفته شد. مؤلفان نامه میگویند ظاهرا خانم رشنو زیر فشار و اذیت در تلویزیون دولتی ایران گناه را به گردن گرفته است. آنها این برنامه را مضحکه نامیدند. 5 اوگوست خبرگزاری حامیان حقوق ایران اطلاع داده بود که پیش از تهیه برنامه رشنو لط و کوب شده بود. رشنوی 28 ساله که اصلا نویسنده و هنرمند است 15 ایون بعد نشر بحثش با زن دیگری در اتوبوس که آنجا ضد حجاب اجباری حرف میزد حبس شده است. تا حال این خانم وکیل مدافع ندارد.
مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از مرگ باز یک نورس در پی آبازی خبر می‌دهد. به اطلاع این نهاد ساکن 12 ساله ناحیه دنغره ضمن شناوری در یک کانال ده غرق شده است. جسد نورس را ساکنان دهه صفابخش و نجات بخشان 10 متر دورتر از جای حادثه پیدا کردند. مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده رعایت نکردن قاعده‌های شناوری را سبب احتمالی غرق شوی نورس نامیدند. در 7 ماه سال روان در آب و رودخانه‌های کشور 123 نفر غرق شدند که بیش از 60 نفری آنها نورسان تا 16 ساله بودند. مقامات پیوسته به والدان تاکید می‌کنند که نورسان را هنگام شناوری تنها نمانند. ساکنان از نبود حوض و مکان‌های آبازی به خطر که رایگان و ارزان باشند شکایت می‌کنند. بر اساس پژوهش نوی کاست آف لیوینگ سروی که از سوی شرکت بین المللی مشورتی مرکر آماده شده است، دوشنبه هم به فهرست کشورهای داخل شده است که زندگی برای خارجی ها در آنها ارزان است. نظرپرسی با نظرداشت قرب اسعار، نرخ مالهای اساسی استعمالی، خدمت رسانی، سطح تورم و پول اجاره میان متخصصان انجام شده است که در کشورهای گوناگون کار و زندگی میکنند. دو شهر ترکیه، انقره و استانبول در صدر دهگانه کشورهای قرار گرفته است که برای کار و زندگی کارگران خارجی ارزان است. در این پژوهش وضع در میان 227 کشور تحقیق شده است. زندگی در پایتخت تاجیکستان دوشنبه و بیشکک قرقیزستان هم برای خارجی ها ارزان بوده است. به این فهرست همچنین دو شهر پاکستان، شهرهای قزاقستان و ازبکستان هم وارد شده است. و حالا از قرب اسعار میگوییم. امروز 11 اوگوست قرب رسمی روبل به تغییر است. بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی را 164 سومانی و 60 درم تعیین کرده است. یک دلار آمریکایی 10 سومانی و 25 درم و یک یورو 10 سومانی و 52 درم تعیین شده است. بیننده عزیز، این معلومات درباره قرب رسمی اسعار خارجی است. در بانک‌های تجارتی آن میتواند کمی فرق کند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های دیگر را در سامانه‌های آزادی و نشر نوی برنامه اخباری آزادی ببینید. برنامه 3 ساعت پس نشر می شود و ما شما را انتظاریم.